بذارید روش بالا بیاد، ایشون روش تا تهش بالا بیاد میشه 1.50. الان بهت میگم خواهش میکنم نریزیو. ای خاک بر سره. خانم من یک چیزی بهتون بگم تا اینجا اجاره ندم نمیتونم پول پیش شما رو بدم. گفته باشم میتونی پول پیش من اومدی؟ ببین تو پول پیش منو نده. خودم خونه تو میریزم پول پیش من جمع میکنم. عاطفه حداقل حرمت شأن و شخصیت منو حفظ کن. ای بابا راست میگه دیگه. اینقدر سخت نگیر. میکنی بومی سازیش کنی. باز یه حرفی. لعنت به این غربی‌ها. شما یه چیز فرنگی نام ببر به درد بخوره. گوجه فرنگی. کشتی فرنگی مدالم آوردیم. فوتبال، والیبال، بسکتبال، کولر، لامپ، دوش، وان، یخچال، همین 5 آبیه. تهاجم نیستین دیگه تجاوز. دیگه چی شما بس خدا بس کنید. فریاد نزنید عزیزان. تا یه اتفاقی میفته چرا به هم دیگه چنگ و دندون نشون میدید؟ چرا به هم دیگه چنگ و دندون؟ همینو میخواستم بگم. همه ما برزندان یک آب و خاک هستیم. چرا اختلاف سلیقه ها منجر به دشمنی میشی؟ چرا همین اکبر آقا مطلب دیگه ای که میخواستم بگم همینه. اکبر آقا همسایه شما هستن. همین این اطراف تو همون قیمت ها چیزی نیست که نه بابا اینم شانسی گیرتون اومد. الان با 20 فوش هم بهتون نمیدن. کجا بریم بدن؟ شو بریم پایین شهر سوار مترو شیم بیایم بالا. تکلیفتون معلوم میشه. گرفته میشه. ما که ضامن وقت شما نیستیم. بخشین مددی بکنیم یه مورد دیگه. آقا محمد حسین باشه. گویا شما با همسال ما زاویه دارید؟ نه زاویه دارید؟ نه آقا ما با شما چیکار داریم؟ آقا محمد حسین آقا زنگ بزن بچهای اماکن بیان ببینن این آلات قمار رو میز چه میکنه. این زیر سیگاری آقا دیگه بدتر. شما حرمت قمار رو با کراهت سیگار بس کردی. حدیث میگیم مسخره میکنیم. مسخره بدم بکنن تبونه. اگر خودم گونی داشتم چنان خودم رشاد دیگه دست به قسم بهتر از الکل رو راضی کشف کرده. یکم سطح سوادتون رو ببرید. حالا هر بی پدری شما دهن تو ببن. با من کار دارن یا دهن شما رو مورد میزنی من مادرتون مادرشو بعضاش چرا ما مؤید باشی اکبر. مؤید باشی. جون مادرت اینا اینو بکنم. شایان جان دهن نجس تو بر مثلا اینو میکنم. بسیار خوب آقا علی کن آقا محمد حسین آقا این شخصی رو من آروم بریزم تو جون تا شما برسی سر کوچه دم سوپر چیپس موسی رو بگیری بشینی همون تا بتقی اینا هم رسید. نه خواهش بالا یا الله بفهم آقا یک وقت راستی فردا شب جمعه میدونم. بله شب جمعه است. دعایی که برای شب جمعه مستحب همونطور که میدونید بله میدونم دعای وفای بین زن و شوهر. دعای کمیل هست. فردا برادران میان اینجا خونه نویی رو به ما تبریک بگن و دعای کمیل در منزل ما برگزار بشه. اجازهایت عادی سلام علیکم. برادر داوودی کیا خجالت بکش خدا شما رو به راه راست هدایت کنه. جد و آبادته. همونطور که مشاهده میکنید در حال امهای مسکراتی هستیم که یک انسان از خدا بی خبر که در همسایگی ما زندگی میکنه اونها رو با درصد اگر اشتباه نکنم 45 و به قرار لیتری 12,000 تومان از تولید به مصرف میرسونه. در کنار گناه کبیره‌ای که خوردن مشروبات برای اینکه صدای حق به گوش این عزیزان پارتی کن برسه صلوات دوم قراتر خط کن. اللهم صل علی بفرمایید. بنده میل ندارم. آقا حلاله اینو با پول یارانه گرفتیم. نم ساناز خانم کوری است کش کوره دیگر تحویل بگیر. یکی چایی میریزه یه از خودش بدتر کیک درست میکنه من و شما بخوریم. ببر آقا جان بعد مشارکتی یه محصولی رو درست کردم. آفرین. اشکالی نداره که تعاونوا علی البر و التقوی. آقای محمد حسین آقا تعریف مشارکتی قیس کن. من کفشامو از دست دادم. اون وقت میگه کسب قیس کن. من حیثیتمو از دست دادم. باز صداشو برای من خروس نشان کرد. مردم جونشون رو میدن. یه کفش از دست دادی 100 بار گفتی. من شخصیتمو از دست دادم. ببینید چه کرد. ما برای چی مگه ما چیکار کردیم؟ شما چیزی کاری تو خفه شو. اکبر تو خفه شو. خاطر قانونی دارم میگم. اجازه بده من یک راه حل مسالمت آمیز دارم. بله یک راه حل مسالمت آمیز. بله در برادرها جواب چیزی همشون نیست. بابا بنده که عرض کردم ما عزیزم دارم صحبت میکنم. بابا ما هم بچه مسلمونیم. همکار شماییم. هم کیش شماییم. ما درس میخونیم. گزارشتون رو دادن شما ساقی مواد مخدرید. بله گزارش دادن شما ساقی مواد مخدرید. ما ساقی امر به معروف هستیم. به وجنات ما میخوره. شاگرد اول کلاسم. شاگرد اول کلاس آوردیم پاشو باز کردیم بین مردم. همین ببین آبروی رفته ما پس چی میشه؟ اگه اینجا کسی فیلم گرفته باشه همین کارا رو میکنیم مردم رو بی‌اعتماد کردیم. شما بفرمایید. تو همه این درخت‌ها شمود گذاشتن. برید ببینید.